دوستان سلام، مخلصم. ما همدردی میکنیم با همه، حالمون گرفته است، ولی یه خوشحالی داشتم خواستم با شما به اشتراک بذارم. یه استوری الان قبل این گذاشتم، یه صفحه چته. من یه بار فرانسه ساعت فرستادم، یه مشتری از استرالیا گرفتم، ویدیوشو درست کردم، میخوام حالا حال هممون خوب شد بذارم. الانم یه مشتری از هلند گرفتم، میدونی میخوام به چی بگم؟ الگوریتم صدای منو رسونده اکسپلور، که ما واقعا صدامون هر کسی به هر نحوی تو هر چیزی میتونیم صدامونو یه جا برسونیم. یه جا رفتم تو آرایشگاه، گفتم ساعت این فرستادم فرانسه، بنده خدا گفت فرانسه ساعت پیدا نمیشد. گفتم بابا چرا پیدا میشد؟ اومدن تو پیج من، دیدن پیج تو اکسپلور، اومدن تو پیجم حال کردن با کاسبیم، دوست داشتن هم من خرید کنن. 4 تا جیشه کلان جیشه ژاپن سفارش گرفتم. این که دمش گرم، هموطنم بود، دوست داشت از من بخره بده مسافرش.